این یه زندان بدراکیه که قراره من ازش فرار کنم، ولی قول بده اگر ازش فرار کردم این ویدیو رو لایک کنی و چنل منو سابسکرایب کنی. وقتی وارد زندان شدم هیچ چیزی نداشتم و نمیدونستم باید چی کار کنم و راه خروج درست حسابی هم نداشت، فقط این سوراخه بود و اومدم اینونتوریمو چک کردم و دیدم یه دونه چوب دارم و چوب اومدم لختش کردم به 4 تا و یه دونه کرافتین تیبل باش ساختم. کرافتین تیبل رو که ساختم میدونستم الان باید یه در درست کنم، ولی چوبی نداشتم که در رو درستش کنم و با سابسکرایب کردن شما یه دونه چوب گیر من میاد و ممنونتون میشم همین الان همتون سابسکرایب کنید که اون چوب گیر من بیاد. مرسی که سابسکرایب کردین، چوب گیر من اومد و الان کرافتین تیبل رو بازش میکنیم و چوب رو میذاریمش اینجا و لختش میکنیم. دو تا دیگه هم میذاریم اینور و در رو درستش میکنیم و میذاریمش بالا و بازش میکنیم و میریم داخلش و در رو میبندیمش و الان راحت میتونیم از اینجا خارج بشیم و تموم شد. تونستم از زندان فرار کنم و حالا نوبت توئه که این ویدیو رو لایک کنی و چنل منو سابسکرایب کنی.